الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على إمام الموحدين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران موحدم، امروز خواستم کمی در موضوع کرونا ویروس صحبت نمایم. بله، امروز همه انسان‌هایی که در این عالم زندگی می‌کنند در ترس و هراس هستند، در اضطراب قرار دارند. امروز بزرگترین حکومت‌هایی که در روی این دنیا بود و خودش را هیچ شکست ناپذیر حس می‌کرد، به مانند امریکا و خیتای و روس و اروپا و غیره، همه در حیرتند و شکست خود را به چشم خود می‌بینند و اون چیزی که در روبرویش آمادگی نداشتند و هیچ آمادگی هم نمی‌شود که بگیرند، سبحان الله روبرو هستند و در حیرتند. امروز گریه و ناله این قدرتمندان و کسانی که در این حکومت‌های پرقدرت زندگی می‌کنند شما می‌بینید، می‌شنوید. امروز می‌بینید که هزارها انسان وفات کرده ایستاده است به سبب کرونا ویروس. پس شاید به شما سوال بیاید و حتما می آید، این همه چرا؟ سبب در چیست؟ پس برادرم و خواهر موحدم، به قرآن سنت نظر بکن، به سنت کونی الله سبحانه و تعالی نظر بکن، به تو مسئله واضح خواهد شد. یکی از شیخ بزرگ اهل سنت و الجماعت، شیخ صالح المنجد حفظه الله و فک اسره، 3 سال قبل گفته بود. سخنش عیناً همچنین است که گفت: قسم به الله، قسم به اون اللهی که جان من در دست او، اللهی که ظالمان را دوست ندارد و اللهی که مظلومین را کمک می کند و به نصرتشان می آید. سنت کونی الله همین است که وقتی که در روی این زمین ظلم به حد بالا می شود، همچنین می شود که مسلمان ها را زنده به زنده به گور می زنند، همچنین می شود که کودک مسلمان ها را سر می برند، همچنین می شود که مسلمان ها را، میلیون ها را قتل می کنند و جسم اونها را، دل او، گرده او، جگر او را می فروشند. قسم به الله که نزدیک است که یک عذاب بزرگ الهی می آید و خود الله مسلمین را عزت می دهد و ظالمین را به یک عذاب شدید در همین دنیا گرفتار می کند. چرا؟ برای آنکه الله خودش وعده داده است وقتی که ظلم جوش می زند و غیر از الله هیچ کسی نمی ماند، هیچ کسی کمک نمی کند و همه مظلومین فقط به الله باز می گردند، نصرت الله می آید و یک عذاب شدید بر بالای ظالمین و کسانی که ساکت در روبروی ظالمین بودن می آید. این سخن شیخ است که قسم خورده 3 سال پیش گفته بود. الله اکبر، الله اکبر. امروز بعد از 3 سال می بینید که این سخن در حقیقت واقعیت دارد. غیر از شیخ، دیگری از علمای اهل سنت و الجماعت، شیخ محمود شعبان، عیناً همین سخن را گفته بود. ما هم تکرار میکنیم و میگوییم که وقتی که ظلم به درجه بالا رفت، وقتی که کسی به مظلوم دست کمک دراز نکرد، خود الله در اینجا دخالت میکند و مظلومین را نصرت میدهد.
پس برادرم و خواهر موحدم، چندین سال است که این کفار در بورما و میانمار مسلمان ها را زنده به گور میکنند، مسلمان ها را قتل عام میکنند. زن است، حامله است، کودک است، مرد است، پیرانسال است، قتل عام میکنند. همه این کفاری که حقوق بشر دارند، حقوق انسانی دارند، حمایت گویا انسان دارند، تماشا میکنند، باکی ندارد. و تمام این دولت هایی که خود را نامن مسلمان میدانند، این دولت های طاغوتی کفری تماشا کردند و یک ذره حتی یک کلمه نگفتند. این حکومت کفری الحادی شیوعی کمونیستی خیتای میلیون ها اویغور را زنده به گور کرد، میلیون های اونها را تورمه کرد و جسم اونها را آهسته آهسته می فروشد. مسلمان ها را محکم کرده و جسم اونها را می فروشد، گرده او را، جسم او را آهسته آهسته می فروشد. زنها و دخترهای مسلمان ها را خیتایی ها تجاوز می کند. در یک خانه که مسلمان است، مرد همه در تورمه هست، در خانه مسلمان در بین یک زنی مسلمان، دختری مسلمانی که دارد، مردها همه تورمه می آید، خیتای مردها زندگی می کند و تجاوز، یک دخترچه و یک مادری مسلمان را تجاوز می کند. همه کفاری که حقوق بشر دارد، حمایت انسان می کند، اروپا، امریکا، هیچ چیز یک مراتبه سخن نمی کند. و این چنین تمام این دولت های طاغوتی کفری که خود را مسلمان می داند، کلمه دفاع از این ظلم، بگویم از مظلومین دفاع نمی کند و از این ظلم این کار نمی کند. سبحان الله، چقدر کودکان مسلمان در سوریه، چقدر زنها و چقدر بیچارگان و بیگناهان کشته شدند. این روسی سبحان الله خبیث، دشمنان الله و رسول به اونها زهر چاشیدند. چندین سال است که ما مسلمان ها از حالت اونها بیخبریم. تمام حقوق بشری کفریه که بنام است، ذره اونها را دفاع نمی کند. این چنین در تمام روی دنیا همین است، در تمام روی دنیا ظلم جوش می زند. پس عقاب الله این کرونا ویروس است. کرونا ویروس این هیچ بدیه ندارد. بله، در درون این ویروس شاید یک مسلمان خوبی هم برود، اما وقتی که ما مسلمان ها در رو بروی این همه کفر و شرک، در رو بروی این همه طاغوت ها، در رو بروی این همه ظالمان بدبختان که قتل عام مسلمان میکنند، مسلمان ها را ذبح میکنند، زنده به گور میکنند، تماشا کردیم، سخنی نگفتیم، او قدرت توانایی که داشتیم استفاده نکردیم و حتی پروا نکردیم و به زندگی خود مشغولیم، به تجارت خود مشغولیم. این عذاب به ما هم هست. اما بدانید که این ویروس این یک جند از لشکرهای الله است که این همه کفار را به زانو زنانیده. همه کفار امروز دست را بالا میکنند و ندا میکنند، حتی سجده میکنند در امریکا و در خیتای به الله، میگند یکی از یکه و یگانه که این دنیا را خلق کرده ای ما را نجات بده. این عیناً همون سخن الله هست که الله در قرآن گفت و اذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین فلما نجاهم الى البر اذا هم مشرکون. زمانی که اینها به یک سختی، به یک بدی، به یک بلا، به یک مصیبت سخت دچار میشوند، حتما که دست را بالا میکنند و دعا میکنند و به الله باز میگردند. در امریکا روز دعا اعلان شد. در امریکا امر کرده شد که تمام کودک ها و انسان ها، بزرگسالان همه دعا کنند. کرا؟ الله یگانه را. اما غضب الله آمده است. هزارها انسان می رود، میلیاردها، تریلیون ها اقتصاد اونها می شکند و زیان اون چندین سال است. اما در بین مؤمنین و موحدین نفس خواهند کشید. در بین این حادثه، در بین این کرونا ویروس، چقدر مسلمان های بیچاره
با الله ندا میکنند و میگویند که الحمدلله رب العالمین، که ما هم نفس میکشیم، ما هم در روی دنیا نفس میکشیم و آزادیم. این روزهاست که شاید مسلمان ها را اذیت ندهند، شاید این کفار به خودشان اوارند. این وعده الله هست که ظالمان را انتقام میکند. الله سبحانه و تعالی در سوره الشورى آیت 40 میگوید و جزاء سیئة سیئة مثلها فمن عفا و اصلح فاجره علی الله انه لا يحب الظالمین. جزای بدی بدیست، جزای ظلمی که پایان ندارد ظلم است. سبحان الله. الله بیان میکند، خبر میدهد که کسانی که در روی دنیا ظلم میکنند، فساد میکنند و از حد میگذرند، جزای اونها عذاب دردناک است. انما السبیل علی الذین یظلمون الناس و یبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لهم عذاب علیم. همانا که راه آنانی که ظلم میکنند به مردم و در زمین بغیر حق فساد میکنند، بغیر حق ظلم میکنند، برای اونها عذاب دردناک هست. بله، ظلم وقتی که جوش زد، انا همین وعده الله آمد. الله وعده داده بود که در روی زمین وقتی که ظلم میشود، به حق کسی را اذیت داده میشود، البته که الله خودش مظلومین را کمک میکند. پس ای مسلمان، تو گمان نکن که این کرونا ویروس شر محض است، بدی محض است. نه والله، یگان آفریده الله در این دنیا شر محض نیست. نیکی دارد، حکمت دارد، خوبی دارد. خوبی ویروس این است که همه به سوی الله یادشان آمد. امروز هزارها انسان در اروپا و امریکا توبه میکنند و اسلام را قبول دارند میکنند. امروز این حکومت ها شکست خود را روبروی خود میبینند و میدانند که این همه قدرت اونها هیچ چیزی نیست. یک لشکری کوچک الله که به چشم دیده نمیشود اونها را میشکند. چگونه که پرندگان از لشکران الله ابرهة الاشقم را شکست داده و همه او لشکرش را به سنگپاره ها زده اونها را نابود و قتل کرده بود، امروز کرونا ویروس همچنین میکند. امروز اقتصاد اونها را نابود میکند. پس این رحمت الله است، این کمک کردن الله به مظلومین است، این بجا آوردن وعده الله، یعنی الله وعدهش را بجا می آورد، الله وعدهش را خلاف نمی کند. لا یخلف الله وعده. الله وعده داد که وقتی که ظلم غلبه کرد، من ظالمان را عذاب می دهم. پس ای برادر عزیزم، بدان که الله ظالمان را نمی گذارد، اونها را یک وقت مهلت می دهد و بعد از این به سبب ظلمشون اونها را به عذاب گرفتار میکند. الله در سوره کهف آیه 59 میگه و تلک القرى اهلکناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. و آن دهه، آن قریه، آن دهه که ما اونها را هلاک کردیم زمانی که اونها ظلم کردند. یعنی وقتی که انسان ظلم میکند، وقتی که تمام دنیا ظلم کرد، وقتی که در رو بروی ظلم ساکت شدیم، الله سبحانه و تعالی همه را به عذابش گرفتار میکند تا که بفهماند که ظلم عاقبتی وخیم دارد، عاقبتی دردناک دارد. پس و ما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمون، كانوا هم الظالمون. امروز الله به هیچ کسی دارد ظلم نمی کند، الله هیچگاه به کسی ظلم نمی کند. انسان ها هستند که به نفسای خود ظلم میکنند، انسان ها هستند که به دیگران ظلم میکنند و به غضب الله گرفتار میشوند. پس امروز وظیفه ما مسلمان ها چی است؟ وظیفه ما امروز مسلمان ها اولا توبه کردن به سوی الله سبحانه و تعالی است. ای مردم، توبه بکنید و به سوی الله بازگردید. ای کفار و مشرکین، توبه کنید و به سوی الله بازگردید. ای طاغوت ها، ای حکام طاغوت، ای لشکران طاغوت که تا امروز مسلمان ها را، موحدین را قتل کردید و اذیت دادید و حبس کردید، به سوی الله توبه کنید. توبوا الی الله جمیعا، همه‌تون
به سوی الله توبه کنید. و انیبوا الی ربکم و اسلموا له، بازگردید به سوی الله انابه کنید، توبه نمایید و تسلیم به الله شوید. نجات شما در توبه است. و بعد از این از جمله اهل توحید باشید. توبه کردی صادق باش، توحید را بیاموز، موحد باش. این بلا و مصیبتی که آمد هر زمان میتواند که به کسی برسد، هر سال میتواند که به وجود آید. غیر از این دیگر از جند الله می آید و باز یک ظالمان را جزای می دهد. پس توبه بکنید و از اهل توحید باشید. اگر این مریضی و این کسلی و این طاعون به شما رسید در حالت توحید، وقتی که کسی وفات کرد و به نزد الله رفت، انشاءالله اجر شهید را میگیرد، اجر میگیرد. گرچنده که درجه اش به شهید برابر نیست، اما اجر زیاد میگیرد. اما بارک الله فیکم، کسی که به توحید وفات کرد ابدالابد در جهنم است. اسلام را فهمید، قبول نکرد و مشرک وفات کرد، ابدالابد در جهنم است. توحید و توحید و توحید، توبه و توحید. و بعد از این ذکر و استغفار. در این فرصت هایی که امروز شما در کرانتین هستید، همه در خانه محکم هستید، بیهودگویی را بس کنید، این همه غیبت و تهمت را بس کنید، شرک و کفر را بس کنید، به سوی الله بازگردید، درس های توحید را گوش بکنید، موحد باشید، استغفار کنید، توبه بکنید، ذکر نمایید، تلاوت قرآن بکنید و به سوی الله بازگردید. و البته که صبر بکنید و دعا بکنید که الله سبحانه و تعالی این کفار را شکست بدهد، نابود بکند، اقتصاد اونها را و دیگه نظام اونها را، تا که ما به چشمهای سر خود ببینیم که این همه قدرت ها در نزد قدرت الله ناچیز است. والله بالله تالله، یک جند الله، یک لشکر الله که دیده نمی شود، چگونه همه را بلرزه آورده است. با هوا می رود، با آب می رود، با همه راه می رود و به کسی می چسبد و او را نابود می کند. پس بارک الله فیکم، این همه از سبب ظلم است، از سبب ظلم کفار بر بارای مسلمان است، از سبب ظلم مسلمان در حق مسلمانان است. 1.5 میلیارد مسلمان، اما 1 میلیون 2 میلیون مسلمان ها را قتل عام میکنند، ذبح میکنند، تجاوز میکنند، همه خاموش است. پس ما چرا انتظار شویم؟ پس همین عذاب است. توبه و بازگشت به سوی الله، این عذاب الله به ما بیم میدهد، خبر میدهد که توبه بکنید و به سوی الله بازگردید. بارک الله فیکم و حیاکم الله بیاکم. البته ذکر کردن، دعا کردن و بعد از این زیاد طهارت کردن شما را از این ویروس نجات میدهد. پیامبر صلی الله علیه و سلم 1400 سال پیش به ما تعلیم دادند که وضو بگیرید. بدانید هر ویروسی که به جسم ما می‌دراید، پیش از این که به خون ما داخل شود 4 ساعت در بینی شما و در گلوی شما می ایستد. وقتی که کسی در همین مدت طهارت کرد، بینی خود را شست و افشانید، گلوی خود را بگویم غرغره کرد و چقه کرد، ان شاء الله ویروس نابود می شود. وضوی ما نابود کننده ویروس است. دعای ما، بازگشت ما به سوی الله نابود کننده ویروس است. پس توکل به الله بکنید. در این روزها نترسید بجز الله. بگوید که لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا، هرگز به ما چیزی نمیرسد مگر همان چیزی که الله به ما نوشته است. هر چیزی که به ما میرسد اون چیزی که الله به ما نوشته است، در تقدیر ما نوشته است. هیچ چیزی نمیرسد مگر اینکه در تقدیر ما وجود دارد. پس ناترس باشید، توکل به الله بکنید، گمان خود را به الله نیکو بکنید، نسبت الله گمان را خوب بکنید و به سوی توحید بازگردید. حیاکم الله و بیاکم و بارک الله.